ایلهام با آدمان زیاد سر و کار دارد. او فروشنده است و میخواست که از تشخیص کرونا ویروس گذرد، اما چنین امکان نداشت، چون که 3000 روبل و یا $40 برای این کار خرج کردن نمیتواند. وی از دوستانش درباره برنامه خیریه آژانسی مهاجرت ازبکستان آگاهی پیدا کرد که با یاری مالی بنیاد شادیوف عمل میکند. ایلهام برای گذشتن از تشخیص و یا تست به آژانسی عریضه داد و اکنون در دوام 5 روز دیگر از سلامتی خود آگاه می شود که بیمار است یا تندرست و یا الکی در بدنش پاتنهای ضد ویروس دارد. Захотел тестировать и проверить. خواستم که تشخیص کنند و خودم را سنجم. من خرسندم. چند پیش تست سپردم. امیدوارم همش خوب می شود. Надеюсь, на все хорошо. از تشخیص کرونا ویروس هم افراد علاهیده و هم گروه مهاجران می توانند که گذرند. اوتابک به سنجش همراه خاله و همکارانش که در آشخانه کار می کنند آمده است. تصمیم گرفتم از تشخیص گذرم چون بعضی از علامت‌های شبهه آور از جمله سرفه پیدا شد. بیشتر نه برای خود بلکه از سلامتی نزدیکانم نگرانم که آنها را سرایت نکنم. مقامات روسیه میگویند که متاسفانه نه همه مهاجران این گونه مسئولیت شناس هستند. کسی به خیرخواهانه بودن این برنامه شک دارد، نفر دیگر میترسد که جای کار و منبع درآمد و روزگذرانیش را از دست میدهد. بنابراین به سنجش از آنی که انتظار میرفت مهاجران کمتر آمدند. با این وجود مسئولان میگویند که برنامه خیلی مهم است، چون که کشف بیمار بودن یک نفر هم میتواند زنجیره سرایت یابی شخصان دیگر را پیشگیری کند. متاسفانه برنامه تنها در مسکو و ولایت مسکو اجرا می شود. هدف برنامه این است که به مهاجران امکان فراهم بیاریم بدون خرج علاوه‌ای از همیانشان از تشخیص بگذرند. تا کنون این تشخیص ها یک چند مورد سرایت شهروندان ازبکستان به کرونا ویروس را آشکار کرد. در تن دهان نفر دیگر پاتنها آشکار شد. این به آن معنی است که مهاجر کرونا ویروس را از سر گذرانده است اما خود خبر ندارد. سعید نومان میگوید که احتمال دارد برنامه مذکور تا پایان پاندمی عمل کند. برنامه برای هر شهروند ازبکستان امکان میدهد که رایگان از تشخیص کرونا ویروس گذرد.